رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک پیام تلویزیونی استقلالیت لوگانسک و دونیتسک اوکراین منطقه‌های تحت نظارت جداییخانه زیر حمایت مسکو را اعتراف کرد. این کار او ناراضگی کیف و سران ناتو و غرب را به بار آورد. جالب آن است که برخی رهبران اول روسیه تا ملاقات با پوتین حتی نمیدانستند که مقصد او چیست. برای مثال سرگئی نریشکین در اول حتی گفت از امرو کردن لوگانسک و دونیتسک به قلمرو روسیه پشتیبانی میکند. پوتین مجبور شد که او را اصلاح کند که سخن تنها درباره به رسمیت شناختن آنها میرود. پوتین بار دیگر اوکراین را یک دولت بارای صنعی از جانب اساسگذار اتحاد شوروی ولادیمیر لنین ساخته شده نامید و گفت اوکراین را یک رژیم لخته که تحت نظارت قدرت‌های غربی و اولیگارخ‌های محلی اداره میکنند. پوتین روز 21 فوریه پیام خود را با امضا کردن حجت‌های به پایان رساند که در آن از هدف‌های جدایی‌خواهان پشتیبانی می‌شود. این اقدام می‌تواند خطر نزاع را به طور جدی افزایش دهد، زیرا سازمان ملل متحد و رهبران غربی ضد عمل‌های هشدار دادند که استقلالیت اوکراین را خلل‌دار می‌کند. کیف و رهبران غرب هفته است هشدار می‌دهند که جایگیر کردن 150,000 سرباز روسیه در نزدیکی مرز اوکراین می‌تواند حمله روسیه را به اوکراین ناگزیر گرداند. کریبل میگوید پوتین پیش از پیامش مسئله اعتراف استقلال منطقه‌های جدایی‌خواه اوکراین را با رهبران آلمان و فرانسه بررسی کرد. هر دو کشور در برابر قدرت‌های دیگر غرب از پیامدهای جدی حمله احتمالی روسیه به اوکراین هشدار دادند. نماینده عالی اتحاد اروپا در امور خارجی جوزف بریل گفت اگر پوتین به جدایی‌خواهان استقلالیت پیشنهاد کند اتحاد به ضد روسیه تحریم‌های نو جاری خواهد نمود. در حالی که پوتین سخنرانی میکرد سروزیر بریتانیا بوریس جانسون تکراراً گفت که روسیه را بسته تحریم‌های عظیم در پیش بردن میتوانند و این اقدام پوتین را نقض آشکارای استقلال و یکپارچگی اوکراین نامید. ادگار سرینکیویچ وزیر کارهای خارجی لیتوا گفت اتحاد اروپا باید فوراً تحریم جاری کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 21 فوریه پس از آن که پوتین گفت امروز درباره استقلال دنر و النر تصمیم میگیرد جلسه شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین را دعوت کرد. قبل از آن با صدر اعظم آلمان و پرزیدنت فرانسه گفتگو داشت. بنا به گزارش‌ها ایمانوئل ماکرون جلسه شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه را دعوت کرده است. اولاف شولز صدر اعظم آلمان پیش از اظهارات ولادیمیر پوتین تصمیم به رسمیت شناختن استقلال منطقه‌های جدایی طلب اوکراین را به شدت محکوم کرده بود. دفتر صدر اعظم آلمان با نشر اعلامیه گفت شولز در صحبت تلفنی با رهبر روسیه هشدار داده است که چنین تصمیم به طور یکجانبه پایمال کردن سازشنامه مینسک است. سازشنامه‌ای که 8 سال پیش برای پایان دادن به مناقشه جدایی طلبان در شرق اوکراین حاصل شده بود.